радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. ассалому алайкум шунавандагони арҷиманд. дар мавҷ барномаи хониши бадиӣ. дӯстони азиз, мухлисони қиссаву ҳикояҳои дилнишин, инак ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори 21 аз рамани таърихии адиби шинохта, нависандаи халқи Тоҷикистон Урун Кӯҳсод ҳайҷо. марҳамат, гӯш кунед. و خبری اعتراضها و شورشها و اسیانها در یک شب و روز از پتربورگ به سمرقند و از تاشکند به خاروغ می رسید و فعله و دیقان از مسکو تا به بادکوبه و از خارکوف تا به فرغانه یک آرمان داشتند: روزگاری بهتری می خواهیم. و در تلاش به آن روزی بهبود رسیدن، کارگران زاودهای ماشینبراری، پخته‌کشی، چرمگری، صابونپزی، متابافی و درکانهای طلا، سرمه، انگیش کارشکنی می کردند و زمینکاران خانمان زمینداران را می سوختند و بیکاران توده شده جانب شهرها به سراغ کار می رفتند و هر آدمی که یک پول منصب داشت از کار افتاده ها 100 پول رشوه می استانید و خلق ذخیره از خوردنی نداشت. علف و ریشه علف می خورد و با کار در تابستان دستش خنک می خورد و از دادن انداز سرکشی می کرد و به حشر نمی برآمد. و در میانکال با فرمایش رئیس اویزد 21 آدم را در میدان لب حوض قطار روی زمین خواباندند و 50 تازیانه زدند که هر کسی به حشر کانالکاوی نرود، سزایش همین. و سپس 12 نفرش را برده در حبسخانه پرتافتند و 9 نفرش به بدرغه حکم شد. و کتمراد چاو انداز همون شب یارو دوستانش را غون آورد و بعد نصف شب به حبسخانه هجوم کرد و آن 21 نفر را همراه گرفت و به صحرا رفت و اندک وقتی نگذشته به میری نام برآورد و در ولایت این انتخاب ولسنای بود و از دستگاه گنرال گوبرناتور نماینده آمد و با وکیلانی که هر کدامش از نام 50 کس آواز میداد در مسجد مشورت کرد و قرار دادند که پیشنهاد پریستاف کاپیتان کاتوویچ شایسته دستگیری است. میرزابای را ولسنای انتخاب میکنیم و زبان روسی را خوب میداند و با همین نیت پیش مردم برآمدند و مردم این پیشنهاد را رد کردند. میرزابای آدمی خودپرست و پروای گرم و سرد روزگار خلق ندارد و جنجال خیز و مردم نماینده گنرال گوبرناتور و پریستاف کاتوویچ و آن وکیلانی که هر کدامش نماینده 50 نفر بود تیله داده و زده از مجلس پیش کردند و آدمی به خودشان معقول را ولسنای برداشتند و در تپه به سر رئیس اویزد دوغ زدند: های کن خرته، از کجای آمدی؟ به همون جا رو، انداز نو را نمی دهیم. و پیش کردند او را و انداز را ندادند و در اویزد خوجند اهالی 5 دهه بیل و کلند و چوب و سنگ گرفته به صحرا برآمدند و زمین‌های وقف را که به مدرسه رستمبگ تعلق داشت غصب کرده گرفتند. و گراف پالین از پتربورگ برای تفتیش حال به کشور ترکستان آمد و گنرال گوبرناتور به ولسنای سپارش داد که مهمان عالی قدر را در آستانه شهر با نان و نمک، با کرنه و سرنای و با رقص و سرود پیشواز بگیرند و ولسنای به محله ها آدم فرستاند
و آن آدمان رفتند و از دشت سوخته و زمین سفال بسته، از کلبه های خسپوش و سری چاه آب شور و باغ‌های نیمخوش و پلک‌های خزان زده خلق را خبر کردند و آوردند سری را و صف آراستند. و امام مسجد وعظ گفت که با روی ترش و سری خم نایستید و چهره‌های کشاده و سری بلند استید. میمون عالی قدر شما را بیند و خرسند بشود، به دلش فرح درآید. بگذار داند که ما در سایه دولت امپراتور اعظم روزگار آسایشته داریم. بختی ما بوده است که در سرمان چنین پادشاه هست. و هر کسی که عقلش در آمده است بعد چنین وعظ که 77 بار شنیده است، با هر بهانه آب میخورم، خلاجا میروم، چارخ پایم را زد، دایره را تصفانم، به همسایه یک دهان گپی ضرور دارم، از صف برآمد و گریخت. و مهمان عالی قدر را یک مش کودک پایلوچ و سرنای نواز و 2-3 رقاصه و 3-4 آوازخوان که علاج گریز نداشتند و یک گروه عملدار استقبال کردند. و گراف پالین در اخبارش به پتربورگ نوشت: ما با مردم تهجایی نظری ناپسندی داریم. اینها را آدمان پس میشموریم. به فهم ما اینها خصلت غلامی دارند. چی بودن عزت نفس را نمیدانند. لیکن الحال وضع روحی اینها تماما دیگر است. از وجاهت و رفتارشان معلوم که اگر دست یابند سرکشی های خیلی بیباکانه میکنند. اینها آن مردم پیشتره نه. پیش بیمینت با سر خم کار و اطاعت میکردند. استراحت نداشتند، طبابت نداشتند. در کلبه های تاریک و زه و نم و پر از کیک و کنه زندگی میکردند، ولی راضی بودند، اعتراض نداشتند. اکنون راضی نیستند، اعتراض میکنند، سر میبردارند، جنگ و بلوا میخیزانند. و از پتربورگ تلگراف دادند: سری سرکشان را زده بشکنید، تیر و دارو را دریغ ندارید. و حکومت پادشاهی با حبس و بدرغه و با پلیس و عسکر سربرداشته ها را سر می شکست و در یک جا فرو نشاند در 3 جای دیگر اوج می گرفت. و امپری روسیه از کافکاز تا خبرسک و از آسیا میانه تا شرق دور به جنبش آمد و این جنبش عمومی را حزب‌های انقلابی